اسم من مسیح علی نژاده. من یکی از مخالفان رژیم ایران هستم و یه سوال ساده دارم. ما نمیتونیم درباره امنیت جهانی صحبت کنیم اما درباره ایران صحبت نکنیم. ما نمیتونیم نقض حقوق بشر رو نادیده بگیریم. اینجا زنی رو داریم که در خط مقدم خیزش سال گذشته بوده. به چشم این دختر شلیک شده. بینایی یه چشمش رو از دست داده به خاطر خشونت نیروهای سپاه پاسداران. سوال من خیلی واضحه. چطور میتونیم به امنیت و صلح جهانی برسیم بدون اینکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسیم؟ همونطور که ایالات متحده انجام داده. چرا متحدان ایالات متحده و کشورهای دموکراتیک این کار رو انجام نمیدن؟ چون جمهوری اسلامی داره به پوتین کمک میکنه، به حماس کمک میکنه، تمام نیابتی ها در یمن و جاهای دیگه. متاسفانه دیکتاتورها خیلی متحدتر عمل میکنن. آیا شما یک استراتژی مشترکی برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و اطرافیانش که به پوتین کمک میکنن دارین؟ ممنونم. Khamenei and his gang of killers the way that you address Putin. Thank you so much.